بیننده دیگری پرسیدن که سلام به عزیزانم در وصال حق، علیکم السلام. بنده حدود 2 ماه است که زن و فرزندم را ندیدم، به خاطر اینکه زنم رو میخواستم کنترل کنم که به راه خطا نرود، زیرا چندین بار دیدم که به اشخاص غریبه پیام میده و به مادرش گفتم، ولی متاسفانه مادر خانمم در زندگی ما دخالت کرد و بین ما جدایی انداخت و در گوش خانمم میخوند که تو کارمندی و نیازی به شوهرت نداری، لطفاً به من بگویید که آیا گناهکارم یا نه، من راهنمایی کنید که چیکار باید بکنم. آقای برادر عزیز، اگر الان ما نمیخوام قضاوت کنم چون این حرف شماست، طرف دیگه قضیه رو ما نشنیدیم، طرف اومد با یه چشش تو دستش، نگو که به اصطلاح فلانی بهت ظلم کرده، شاید این طرف 2 تا چشم فلانی رو در آورده باشه. خب اگه واقعا این مورد درسته و همه اشتباه از به اصطلاح مادر خانومت هست، اولین مورد اینه که شما باید رابطت مستقیم باشه با خانومت، نه با مادر خانومت. تو با خانومت ازدواج کردی یا با مادر خانومت؟ خب الان که رابطت با خانومت هست، صراحتاً قضیه رو باز کن. هیچ گونه در این مسائل هیچ گونه پرونده‌ای رو بسته نگذار. یعنی چی؟ یعنی موقعی که مثلا شک کرده فلان چیز شک کردی فوراً بازش کن. این مورد چی است؟ شما به فلانی تلفن کردی یعنی چی؟ چی است؟ بذار هر چی هم گفت قبول کن. شک نکن که به دروغ میگه. خب میگه که بابا من همکارمه، فردا من کلاس دارم، بهش تلفن کردم که من نمیتونم بیام، شما لطفاً کلاس منو بگی. خلاص حکایت حل شد. محیط کار همینه. محیط کاره. که زن کارمند میخواد این مسائل هست، شما خودت راضی شدی زنت کار کنه، زن کارمند این فضا رو داره. هر چیزی که به اصطلاح اگر این مسائل قابل حل بود و به اصطلاح این خانمت خواست برگرده، برگشت. اما اگر نخواست، دیدی نه کله شق مثل مادرش، اونطوری که شما ادعا میکنی، بهترین علاج این هست که شما همینجور که ساکت که کنار اومدی، همینطور با همین سکوت یه ازدواج مجدد میکن. زندگی با 120,000 سال که نیست. چرا میخوای خودت رو توی یه چاله که افتادی تو همین گیر بندازی؟ زندگی به اینجا تموم نشد. زندگی نرمال خودت رو بگیر. نرمال زندگی چی است؟ خب شما نیاز دارید که یک زندگی و یک آرامش و یک سعادت داشته باشید، ازدواج میکنید. اگه واقعا اون زن انحراف داشت، خودش میاد از شما جدا میشه، از سر راه میره کنار، اون چیزی که باید این کار رو شما میکردی. اما اگه نه، یه کله شقی بود، فقط یه نوع خودنمایی بود که ما مثلا کارمندم، من اینجا اون احساس ضعفی که در شما دید، الان شما میشید پهلوون. فهمیدید که نه، این چندرغاز من شخصیت من نیست، بهای من در چشم شوهرم حقوقم نیست، شخصیت انسانی من هست. این به خاطر به اصطلاح چندرغاز پولی که من میگیرم با من ازدواج نکرده، با من به عنوان یک شخصیت انسانی ازدواج کرده. من رو به چشم پول ندیده، به چشم یک همسر دیده. اینجاست که خودش میاد و دستت رو هم میبوسه، میگه اشتباه کردم، غلط کردم، برمیگردم رو خونه زندگیم. و الان شما 2 برابر خوشبختید که یک خانواده و یک سعادت جدیدی دست آوردید و خوشبختید که یک سعادتی که داشت از دستت میرفت برگشتنش بشه. انشاءالله. منم پیش به شما تبریک. انشاءالله. ما هم همچنین. ما 2 دقیقه جناب دکتر بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، اجازه بدید بقیه این سوال ها رو هم بذاریم، چون حق مطلب من میترسم متانش سوال رو سریع بخونیم و فرصت برای پاسخش نباشه. در پایان فقط حرف آخر شما رو با بینندگان فرصت داریم، بقیه این سوال ها و موضوع باشه برای برنامه بعدش. فقط من میخوام بگم که وقتی که ما خودمون رو تو چاله میندازیم، وقتی که خودمون دستمون رو میذاریم تو تنور، دیگه نباید نفرین کنیم آتیشو، نباید نفرین کنیم این باطلاقو. باید به خودمون بنگریم، عقلمون کجا بود؟ وقتی خودمون اشتباه میکنیم، راه حلش
نفرین کردن آتیش نیست، راه حلش کشیدن دستمون از تنوره. وقتی که ما یه اشتباهی در زندگیمون داریم، وقتی که ما یک مکانیزم کنترل داخلی رو در خودمون ایجاد نکردیم، ما در خطریم. تا وقتی که ما خودمون واکسینه نکردیم، همه این بیماری هایی که به اصطلاح احتمالیش هست به ما سرایت کنه در محیط آلوده به اصطلاح جامعه هست، اینها ما رو در تیررس خودش داره. پس تنها و تنها راه اینه که ما مکانیزم داخلی رو ایجاد کنیم، ما رابطمون رو با خدامون درست کنیم، ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو شیوه زندگیش رو در زندگیمون داشته باشیم. با شکستن نمیدونم کامپیوتر رو، نمیدونم ریختن و پاره کردن سیم اینترنت و شکستن موبایل نه خودمون اصلاح میشیم، نه همسرمون، نه فرزندامون. خب به چشم نمیدونم شک و بسیار نگاه کردن هر روز موبایل بچه‌هامون رو، دخترامون رو، خانممون رو چک کردن، این راه حل نیست. وقتی که من مکانیزم داخلی رو در خودم، در همسرم، در افراد دیگه ایجاد کردن، دیگه خطری منو تهدید نمیکنه. و یادم هم باشه همون طوری که من میزنم به من خواهند زد. اگه من به زن دیگر به چشم بد نگاه نکنم، به بچه بدی، به دختر کسی به چشم بد نگاه نکنم، به چشم بد به دختر من نگاه نخواهند کرد. اگه من منحرف شدم، بدونم که در راه من هم انحراف خواهد شد. چون که الله تعالی ما و شما همه مسلمین را از این فتنه نجات بده. تشکر میکنم جناب دکتر از حضور شما در این برنامه. خیلی ممنون. تشکر ویژه از بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. همچنین از محمد رفیع عزیز کارگردان و از رفیع جان و منیر احمد و مهندسان الله عزیز در پشت صحنه. تا برنامه بعد همه شما خوبان و عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتون.